این محصولات خوراکوری، آبهای تشنشکن و دیگر موادهای غذایی که اینجا جمع آورده شدند مهلت استفاده برایشان گذاشتند. اینها را کارمندان مرکز نظارت سانیتری و اپیدمیولوژی ناحیه واسه از مرکزهای سودای شهرک هولبوک در ناحیه واسه از رفهای مغازه‌ها هنگام در فروش گذاشته شده آشکار ساخته مصادره نمودند. از یک چند مغازه‌های خوراکوری محصولات‌هایی که مهلت استفاده برایشان گذاشتگی بودند از قبیل حسیب‌ها، روغن، محصولات‌های نانی، محصولات‌های شیری، قنادی و محصولات‌هایی که در شرایط خانه تیار کرده شدند که احتمالیتی با بیماری باتولیزم گرفتار شدن اهالی میباشد دریافت نموده آنها را از معاملات گرفتیم و که مبلغ عمومی محصولاتی که ما از مغازه‌های خوراکوری که مهلت استفاده برایشان گذاشته بودند تخمینا نزدیکی 5500 سومی را تشکیل میداد. نسبت فروشندگان مغازه‌های خوراکوری که از آنها ما محصولات‌های مهلت استفاده برایشان گذاشته بود دریافت نمودیم. نسبت آنها پرونده‌های غیرممکنه مأموری ترتیب داده شد و نسبت هر یکی آنها جریمه بندی کرده به بودجه دولت وارد کرده شد. با مقصد حفظ سلامتی اهالی آشکار و مصادره نمودن محصولات مهلت استفاده برایشان گذاشته پیشگیری بیماری باتولیزم و حمایت حقوق استعمال کنندگان این نتیجه ریدهای گذرانیده کارمندان این مرکز در ماه اولی سال 2024 می باشد. محصولاتی که در شرایط خانه تیار کرده می شوند قسمت از اهالی طرز درست تیار کردن همون محصولاتی که در شرایط خانه تیار کرده می شوند طرز درست تیار کردنشان نمیدانند و این باعث سر زدن بیماری باتولیزم زهرآلودشوی از غذا در بین اهالی می گردد و از شهروندان خواهش کرده می شود که همین محصولاتی که در شرایط خانه تیار می کنند جدیتر دیده طرز درست تیار کردنش را اول آموزند و بعد تیار کنند و در مغازه‌هایی که می‌بینند در شرایط خانه تیار کرده شدند از آنها خواهش کرده می شود که از در شرایط خانه تیار کرده شده دیده از محصولات‌هایی که در شرایط کارخانه‌های استحصالی تیار کرده شدند گرفته استعمال نمایند این خوبتر است. جهت اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره حقوق استعمال کنندگان و رعایت طلبات قانون کارمندان مرکز سانیتری و اپیدمیولوژی ناحیه در مرکزهای سودا با کارمندان و استعمال کنندگان صحبت و چهاربینی‌های پروفیلاکتیکی دایر نمودند. در ناحیه واسه محصولات استعمالی نیازی اهالی در مغازه‌های خصوصی برآمده شده تحت نظارت مرکز نظارت امنیتی عضوقواری و مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی ناحیه قرار دارند. کارمندان مرکز تاکید می‌نمایند که هر یک شهروند حقوق دارند پیش از خریداری نمودن محصول با وقت استحصال و مهلت استفاده آن شناس گردیده سپس آن را خریداری نمایند. جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی طبق اطلاع در این سمت طبق نقشه مرکز سانیتری اپیدمیولوژی ناحیه در همبستگی با مرکزهای سلامتی با اهالی بردن کارهای ترغیباتی فهماندهی بین اهالی منتظم برده میشوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.